وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره سه مناقشه خونین در دوشنبه، مشچا و یووان خبر داد. متاسفانه در یک حالت در محله 64 در پایتخت زنازنی بین نورسان با مرگ یک نابالغ انجام یافته است. ساکن 59 ساله نویه فردوسی پایتخت به شعبه وزارت کارهای داخلی یک نویه خبر داده است که روز 24 ایول ساعت 12:03 شخصان نامعلوم نبیره نابالغ 15 سالش را هنگام در محله 64 همین نویه قرار داشتنش به یگان اساس لطکوب نمودند. در نتیجه جبر دیده جراحات جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی روز 26 ایول خبر داد که هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغان 13، 14 و 15 ساله ساکنان پایتخت با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر کرده شدند. اینچنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 27 ساله ساکن جماعت دهات پلدارک نویه مشچا با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی دستگیر شده است. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی گفت این جوان روز 23 ایول تخمیناً ساعت 19:00 در حدود زمین‌های خواجگی دهقانی مهر واقع در شهرک بوستان نویه مشچا با جوان 25 ساله ساکن شهرک بوستان جنگ و جنجال نموده با پنجشاخه یک مرتبه به قفس سینه جبر دیده زده است. موافق خلاصه تشخیص سودی و طبی، جراحت برداشته جبر دیده ضرر وزنین به سلامتی منسوب می باشد. نسبت گمان برشونده بر اساس ماده 110 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می کند. بنا به خبر دیگر وزارت کارهای داخلی روز 23 ایول تخمیناً ساعت 17:00 نابالغ 16 و 17 ساله ساکن شهرک یووان و دیگران در حدود شهرک از روی مصلحت پیشکی با مرد 33 ساله ساکن امین نویه جنگ و جنجال نموده او را لطکوب نمودند. سپس یکی از نابالغان با کارد در جیبش داشته یک مرتبه به پشت جبر دیده زده است. در نتیجه نام برده جراحات جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. نابالغ 17 و مرد 27 ساله ساکن دوشنبه که یکیش پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است به آن گمان برمی‌شوند که روز 20 ایول ساعت 14:03 در نزد بینای افتوکزال در داخل مارشروت خط سیر رقم 15 با روی زوراوری از دست یک نابالغ 15 ساله تلفن موبیلی تمغه خواوی نرخش 1500 سومونی را کشیده گرفتند. جوان 19 ساله ساکن جماعت عینی نویه خراسان به آن گمان برمی‌شود که سحنه 15 و 16 ایول با روی پنهانی وارد دکان فروش تلفن‌های موبیلی یک ساکن 31 ساله باختر در بازار حاج شریف شده از آنجا 16 عدد تلفن‌های گوناگون تمغه، 3 عدد باتری تلفن موبیلی و دیگر قسم‌های احتیاطی تلفن‌های موبیلی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 9850 سومونی را تشکیل می‌دهد. این جوان همچنین به آن گمان برمی‌شود که سحنه 15 و 16 ایول سال 2021 با روی پنهانی از یک دکان در همان بازار یک کامپیوتر، 5 عدد تلفن، 6 MP3، 25 عدد قوت دهنده تلفن موبیلی و گوشمانک‌ها را دزدیده به صاحب بار 6850 سومونی ضرر رسانیده است.